سلام دوستان، خوش اومدین به ویدیو دیگه از چنل مستر کدم. امروز اومدیم با آموزش گلد کردن گانهای دسته LMG. قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم حتما ویدیو رو لایک کنین، کانال سابسکرایب کنین و یه کامنت هم برای ما بذارین که بیشتر حمایت بشیم و ویدیوهای با کیفیت تر بذاریم. خب بریم اول دستمون. مثلا یه گان LMG، مثلا همین S36. خب مثل اول ما اسم دسته های کامون همونه، فقط بعضی وقتا بعضی مأموریت هاش فرق میکنه که توی خیلی از گانا نه، فقط بعضی هاشون بعضی مأموریت ها رو میگه. خب دسته اول موسنده که میگه برای باز شدن این دسته کامو که شما بتونین مأموریتش رو انجام بدین باید لول گانتون حداقل 2 باشه. لول گانم که همونطور که میدونین اینه دیگه. الان لول گان من لول 1، حالا من یه دونه آپگریدش بکنم. خب الان لول 2 برای من باز شد. حالا یه اتش داد که هیچ. بله این کام هم الان برای من باز شد، ولی مأموریت اصلی این دسته میگه که برای باز شدن کل این کاموها 400 تا کیل بزن. حالا هر جور کیلی، هیپ فایر، هد شات، لانگ شات، هر چی میشه. دسته بعدی دسته دراگون میگه برای اینکه بتونید شما مأموریت های این دسته رو انجام بدین باید حداقل لول گانتون لول 10 باشه، ولی مأموریت اصلیش اینه که 45 تا انمی رو هیپ فایر کنید. این هم کار سختی نیست. دسته سوم دسته کامو اسپلینتره، میگه برای اینکه شما بتونید مأموریت های این دسته رو انجام بدین و براتون ثبت بشه و این کاموها براتون باز بشه حداقل باید لول گانتون 18 باشه. و برای حالا بردن لول گان هم که میدونید دیگه از همین ویپون ایکس پی کارت ها استفاده میکنه. ولی مأموریت اصلی این دسته کامو میگه که برای اینکه کل این دسته باز بشه میگه 45 تا انمی رو لانگ شات کن. لانگ شات هم گفتم لانگ شات توی مپ شیپمنت نمیشه، چون خیلی گانشون تو مپ شیپمنت گل میکنن. توی مپ شیپمنت هر کاری کنین لانگ شات نمیشه. به نظر من بهترین مپ برای لانگ شات مپ کراس فایره. و وقتی شما یه لانگ شات میزنین این بالا مثلا آیکونش نمیاد بعد بنویسه لانگ شات، این همین گوشه با فونت زرد مینویسه که به انگلیسی. حالا اگه فونت زبان کالافتون مثلا عربی و این چیزاست حالا به اون زبان، ولی توی انگلیسی با فونت زرد مینویسه لانگ شات. دسته 4 رو میگه که برای باز شدن این دسته شما باید حداقل لول گانتون 26 باشه، ولی مأموریت اصلیش فول اتچه. باید 125 تا انمی ها با اتچمنت فول بزن یا با 5 تا اتچمنت روی گانتون. اتچمنت هم که اینا دیگه میدون. الان گان من اتچ نداره. خب گفتیم دیگه 125 تا انمی فول اتچ. دسته یکی مونده به آخر دسته جانگل میگه برای اینکه این دسته کامو براتون باز بشه حداقل باید لول گانتون 34 باشه، ولی مثل همیشه مأموریت اصلی دسته جانگل هدشاته. میگه 50 تا انمی رو هدشات کنید، حالا چه هیپ فایر چه این. دسته آخر دسته رپتایل میگه برای اینکه مأموریتاتون ثبت بشه برای این دسته باید حداقل لول گانتون 42 باشه، ولی مأموریت اصلیش نو اتچه. میگه گانتون هرچی اپیک، ریر، لجند، میتیک یا حتی ساده، خب هرچیه روش نباید اتچ باشه. و 60 تا انمی رو با گان بدون اتش بزنید. حالا چه گان من این باشه چه این باشه چه این باشه نباید روش اتش داشته باشم. خب ممنون که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین. لطفا ویدیو رو لایک کنین، کانال سابسکرایب کنین، یه کامنت هم برای ما بذارین که بیشتر حمایت بشین و ویدیوهای با کیفیت تر براتون بذاریم. تا ویدیو دیگر، خدا نگهدار.